سوال من از تو اینه که تو چجوری همیشه گرسنت داری پاچه اینو اونو میگیری؟ همین الانم داری غذا میخوری آره؟ مگه تو شکمت گاوداریه که اینقدر غذا میریزی تو اون خندق بلا؟ هر سری گرسنته میزنی همه رو جر میدی، بعد که غذا میخوری آروم میشی نادم و پشیمان میای عذرخواهی میکنی. خب عزیز من تو گرسنگی خودتو کنترل کن، سگ درونت نزنه بیرون همه رو جر بده. بابا این همش گرسنشه. ببین عزیزم این حجم غذاییه که آرنولد در دوران اوجش مصرف میکرده. اینم تعداد وعده هایی که تو در روز میخوری. من نمیدونم نیاکان این چیکاره بودن. تو از چه نژادی هستی که همیشه گرسنته؟ باز گرسنت شد آقا، این یه گاو درونش زندگی میکنه. من مطمئنم خسته شدم اینقدر گرسنته، همش تو خیابون دلم میخواد شکار کنم بدم تو بخوری، فقط غر نزنی منو جر ندی. آخه چه جوری ممکنه تو هنوز از سر سفره بلند نشدی؟ مغزت داره فرمان گرسنگی میده. برای من عجیبه تو که اینقدر همیشه گرسنته و غذا میخوری چجوری چاق نمیشی؟ نکنه چاق میشه از ما قایمش میکنه؟ چجوری قایمش کنه آخه؟ وقتی گرسنته منو جر نده دیگه، جایی برا دوختن ندارم. بعد هی چاق میشه هی لاغر میشه. من نمیدونم اسپارتینا میزنی لاغر شی آره؟ بابا دوباره گوش نشه.